با درود به شما گرامیان. در این برنامه 3 نمونه از ویزاهای مهم مهاجرت استرالیا را خدمت شما معرفی می کنم. نخست ساب کلاس 189 که ویزایی دائم و مستقل است، به این معنا که شما برای دریافت این ویزا می توانید مستقل از تاییدیه دولت ایالتی عمل کرده و در هر نقطه از استرالیا بدون محدودیت کار و زندگی کنید. نکته مهم و محوری در مورد این نوع ویزا این هست که تنها صاحبان مشاغلی می توانند برای این ویزا اقدام کنند که عنوان شغلی آنها در لیست SOL قید شده باشد. در واقع لیست SOL دارای محدودیت هایی است و تنها مشاغلی را شامل می شود که مورد نیاز اقتصاد استرالیا است. به عبارت دیگر، تصمیم اولیه قبول درخواست ویزا و اعطای آن به طور کامل بر عهده دولت فدرال است که سیاست مهاجرتی کشور را بر پایه نرخ بیکاری و نیاز اقتصاد ملی به نیروی کار ماهر و متخصص به مرحله اجرا در می آورد. ویزای بعدی ساب کلاس 190 می باشد که ویزای اقامت دائم است و شما برای دریافت این ویزا به تاییدیه دولت ایالتی نیاز خواهید داشت. از طرفی دارنده این ویزا متعهد به زندگی در ایالت مورد نظر به مدت 2 سال می باشد. این ویزا برای کسانی مناسب هست که یا امتیاز کافی برای دریافت ویزای 189 ندارند، یا شغل آنها در لیست SOL نیست، یا مایلند درخواست ویزای آنها با سرعت بیشتری بررسی شود و البته با محدودیت زندگی برای 2 سال در ایالت خاص مشکلی ندارند. ویزای سوم ساب کلاس 489 می باشد. این ویزا برخلاف نمونه های قبلی ویزای اقامت موقت است و صرفاً به دارنده خود امکان اقامت به مدت 4 سال را می دهد. کسانی برای این ویزا اقدام می کنند که از امتیاز لازم جهت اقدام برای ویزای اقامت دائم برخوردار نیستند و در عین حال می توانند از طریق دولت ایالتی و یا از طریق یکی از خویشاوندان مقیم استرالیا اسپانسر بشوند. این معرفی مختصری بود از ویزاهای مهاجرت استرالیا. امیدوارم از این مطالب بهره لازم را برده باشید. لطفاً ما را در بهتر کردن برنامه‌ها یاری کنید. شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق تلفن پیامگیر تهران 021 82 80 2022 و یا شماره تماس استرالیا 2061 42 082 47 78 و یا ایمیل info@nhmigration.com ارسال بفرمایید. با سپاس.